سلام به مردم فهیم تاجیکستان، سلام به رفیقان. بچه‌ها چطورین؟ خوش اومدین به چنل خودتون، چنل امیرمونم. من و پدرم اومدیم ریاکشن بریم به استاد بهرام غفوری و خواننده‌ای که خیلی درخواستشو کردین، استاد صدرالدین، که گفتین ریاکشن برین. بهونه خوبی شد که چون اینجا توی یک کنسرتی هستن، استاد بهرام غفوری کنار استاد صدرالدین هستن، بهونه خوبی شد که کنار هم این زیبایی با هم تماشا کنیم و به استاد صدرالدین هم ریاکشن بریم. فقط یه نکته، بچه‌ها دو تا لینک فرستادن، هر دو تا لینک یه موزیکه، ولی لینک اولی که دیدین که ویدیویی که گذاشتم با بابا ریاکشن رفتم، استاد سرابی سفرزاد بود توی اون و یه مکان دیگه بود، ولی این یکی که از منیه ورژن دوم توی یه مکان دیگه است به همراه استاد صدرالدین. و واسه همین گفتم خب بابا چیکار کنیم، بچه‌ها یه آهنگ فرستادن ولی جدا گفتیم خب به احترام بچه‌ها یه دونه پارت رو اینجا داریم، یه پارت هم اینجا. الان که الان شب داریم میبینین این پارت 2 و خیلی جذاب واسه من ببینم که استاد صدرالدین چجوری اجرا میکنه. پارت 1 که فوق‌العاده به ما لذت بردیم. آره دیگه. درود امن به شما مردمان خوب فهیم تاجیکستان. طبق معمول از سیم قلب خوشحالیم پیش میواجه سیم. نگاه میکنیم. نه هیچی، ما قرارمون این بود که تا آخر اون ویدیو آره ما داریم الان ریاکشن رو ضبط میکنیم، بچه‌ها هنوز نظر ندادن که ولی خب نمیخوام دلتو بشکنم. نه دیگه بعد میگردم دیگه. خب پس بمون که بچه‌ها بگن که متوجه میشن کامل دوست دارن، وگرنه که بعد فارسی چون ممکنه بعضی متوجه نشن. زبان گیلکی رو درود بچه‌ها درود به شما مردم فهیم تاجیکستان، مردمان خوب و شریف. و اینم بگیم بچه‌ها دوست داریم بابا تا آخر گیلکی صحبت کنه، من فارسی، یعنی با لهجه گیلکی اینم بگین تو کامنت حتما اگه متوجه. گواه دل دو بیتیه؟ بله. خسته از این روز شب و فدای من، بی فروغی روی تو ماندم در این دنیای من. قطره‌های اشک من تنها گواه این دلم، می چکد از دیدم در خلوت شبهای من. اسم شعرم گواه دل بود. بالاخره از سال 79 در اومدیم. اینجا من 3 ساله شدم، سال 80. آره 28/1 عید بود ها. آره سال 80 یعنی میشه چند؟ 24 سال پیش 3 ساله بودم. داریم کم کم در میاییم، میریم جلو، من بزرگتر میشم. من شعر از سال 72 قلم برداشتم که امیر من 77 به دنیا من نبودم. بله. خب بریم سراغ ویدیو. بریم عزیزم. لایک بچه‌ها لایک کنین، بکومین لایکو، بعد کامنت که بذارین، همینجوری لینک بفرستین، قلب سبز، قلب قرمز. دوستتون دارم. گفتم سابسکرایب کنین که بزرگتر بشیم و بریم سراغ ویدیو. بریم عزیزم بریم. تاجیکستان گیر نکنم دوباره بیاد کنیم. بابا آکاردیون نمی‌دارم. دل میکنی از منی بی وفا دل میکنی. من توی اون یکی حفظ کرده بودم. از منی استاد بهرام غفوری اینجا ریشه‌شو زده، موهاشم کوتاهه. خب قبلش یه معرفی کنم قبل شروع آهنگ. خب استاد مهربون که اولین بار ریاکشن میرم، استاد صدرالدین که بچه‌ها خیلی پیشنهاد داده بودن و استاد بهرام غفوری خدا رحمتش کنه. بریم سراغ ویدیو از منی ورژن 2 در این کنسرت.
آقا من استاد مهربون رو من نمیدونم کدومه که نکنه همین تو داره میخونه نمیدونم. بچه ها میگن اون آخری استاد صدرالدین ها این استاد بهرام غفوری با شلوار تقریبا آبی. اون آخری استاد صدرالدینه. اون آخری. این آخری. آها. فکر کنم وسطی استاد مهربون باشه. ایشون هم که گفتم استاد بهرام غفوری خدا بیامرز. و چی می‌خواستم بگم؟ انقدر صحنه عوض میشه من گیج میشم. الان دیگه متوجه شدی؟ آره. الان استاد صدرالدینه که اگه اشتباه نکنم بابا الان فکر کنم کانادا هستش. از وقتی که سرابی سفرزاد فوت شد دیگه کلا فکر کنم الان کانادا باشه. آره بچه‌ها گفتن اینو اگه اشتباه نکنم استاد صدرالدین نجم الدینه اگه درست بگم. بچه‌ها میگن حالا درست غلط. راهنمای منم بچه‌ها کمکم میکنن. ایشون استاد نجم الدین. دل جام فدای تو. چشمی من برای تو ای خدا بیان. ایول ایول. بله ماشاءالله. به به. از منی تو چرا دل میکنی به منی بی وفا دور از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی بی وفا دور از منی تو چرا دل استایل جدید. بی وفا دور از منی. بابا میگم با من چیکار میکردی وقتی من بچه بودم؟ تحمل خیلی سخته تحمل کردن من تو بچگی. فکر کنم الان من اینم 27 سالگی خیلی شروع. یه خورده از من میگین به بچه‌ها که من چجوری بودم. امیر مشکل ریه پیدا کرده بود 4 ساله فکر کنم. اینه بردیم بیمارستان انزلی بستری کردیم و خانمم پیشش بود. من اومدم دوباره که رفتم بیمارستان دیدم امیر تاقچه های بیمارستان راه میره رو زمین نیست. اصلا قبول نمیکنه بیمارستان. مرخصش کردم و آوردم خونه. یادم پنیسیلین میزدن روز شبی 2 تا چه دردایی میکشیدم. همونجا کاش میموندم. خیلی من شیطون بودم. پیش‌فعالی چیه داستانش؟ من پیش‌فعالی گرفته بودم. نمیدونم. پیش‌فعالی چیزی که میگیرن یا از اول داری؟ من تو تا بچه های دیگه ندیده بودم چنین چیزی. بریم آهنگ گوش بدیم. دوست داشتم اینو بیرون داره میزنی. این نبود؟ نه. اوف نفس من گرفت. چقدر سخته. دینگ دینگ خیلی سخته. چشمی من برای تو ای خدا بیان. از منی بی وفا چرا داری رد میکنی؟ بی وفا دور از منی تو چرا دل میکنی به منی
بابا من خیلی فکر کنم رفتم تو برای موزیک، مثلا فراموش کردم کجام من. خرسه هستی. نه الان تو خلطه نیستم. الان توی اسمشو نمیدونم کجام، اونجام. حالا بعد اسمشو از بچه‌ها میپرسم، از بچه‌ها نه، از همون جایی که هستم. فکر کنم یکی دو نفرم اونجا باشه، میپرسم میگم بعد. بی وفا دور از منی، از منی تو چرا دل میکنی به منی بی وفا دور از منی، از منی تو چرا دل میکنی به منی بی وفا دور از منی، از منی تو چرا دل میکنی به منی بی وفا دور از منی. چقدر شبیه منصوره. آره. انرژی من تموم شد. از منی تو چرا دل میکنی به منی بی وفا دور از منی، دروغ گفتم، تموم نشده بود. تو چرا دل میکنی به تموم شده. فرقاستم بگم بی وفا دور از منی. تموم شد. نه الان تموم شد. ماشه واسه دست بزن. این دوتا موزیک هم ما رو خوشحال کرد. قطعش کنم اول. خب این دوتا موزیک هم ما رو خوشحال کرد، هم ناراحت به خاطر اینکه دو تا از استادای خوب که با این صدای زیباشون این ترانه ها رو خوندن و این یادگار به جا گذاشتن. و گله کردی؟ میدونی من اشکم سر جایه. نه گله کردی؟ پس چیه این؟ چیه؟ حتی گیرو نگرد دیگه. نه خوش شده. یکی؟ گله کردی؟ این یادگار به جا گذاشتن، یادگاری که خیلی قشنگ و زیباست. ارزشمند بود. خدا روحشون رو غریب رحمت بکنه، ببخشه بیامرزه. ولی بابا مطمئنم اگه حالا این آهنگ از من خیلی شاد بود که اشک در نیامد، ولی اگه مطمئنم به خاطر فوت شدنشون و اگه آهنگ غمگین بود خیلی گریه میکردی، احساساتی میشدی. همین آهنگ شاد یه خورده فکر کنم بغض کردی. بغض به خاطر این بود که عزیزانی که این یادگار به جا گذاشتن نبوده، نیستن. یعنی که هم بمونن، هم ریاکشن رو ببینن، هم نتیجه این همه زحماتشون. خلاصه دیگه زود مردن به هر حال. آره دیگه. کار طبیعته. آره. نمیشه کار. آره تا دیگه. بوده همین بود. شاعرانی چون من درگذرند. استاد اولیمو گفته بود اینا. استاد افسرشو هم گفته بود. در حال که بچه همه این محبت هایی که دارین به ما خیلی ممنونم و سپاسگزارم. شما شاید ندونین ولی با کامنتاتون، با سابسکرایب، با لایک، حالا تو اینستاگرام پیام میزنید، با همینا انقدر خوشحالمون میکنید. برای خواستم بگم که خیلی کارتون ارزشمنده و حمایتتون خیلی ما رو خوشحال میکنه. بله. جمله آخری با داری؟ مثلا عزیزانی که رفته بود یه دو بیت شعر بخونم. عمر چون باد خزان در گذر است، این تن خاکی گل کوزه گرد. با لبی خندان محبت پیشه کن، آنچه کردی به جهان در نظر است. که همون هایی که را خوندن و خودش میلیون ها آدم رو به رقص و به شادی، همینا دیگه. خب بچه ها ممنونم بابت همه چیز. اگه از من خواسته ای دارین، اگه از من تقاضایی دارین این کاری انجام بدن پشت همین تریبون تو همین برنامه، حتما بگین، حتما انجام میدم. یا خواستین تولد برادرتون، پسر عموتون، دختر عموتون، خواهرتون، از اینجا من تبریک بگم، اسمشو بگم، تبریک بگیم با هم. اگه دوست دارین برای کسی که
بیمار هستن از اینجا دعا کنیم. حتما از بچه ها هم میخوایم که دعا کنن زیر همین کامنت ها که انشالله خوب بشه، یا 1000 تا تقاضای دیگه از کارمون از دستمون بر بیاد حتما انجام میدیم. من اینو گفتم که حداقل لطفتون رو تا یک کوچولو جبران کنیم. خداوند تبارک تعالی ایزد منان هیچ تنی بیمار و هیچ دلی غمگین نکنه. آمین یا رب العالمین. بچه‌ها بنویسین. خب خیلی دوستتون داریم و بهتون عشق می‌ورزیم. تا ویدیوی بعدی تاجیکستان بپیش.